نزدیکان سربازان و افسرانی که 7 سال پیش در دره کمراب کشته شدند از مقامات محلی تقاضا دارند تا به خاطر زنده نگاه داشتن نام فرزندان جوانمرگشان اقدام کنند. طلب نزدیکان این است که به یاد فرزندان جوانمرگشان یک مکتب یا کوچه نامگذاری شود. راکیه نارین بیکوه ساکن دهه عربخانه ناحیه قبادیان به رادیو آزادی گفت پسر 20 سالش فریدون نارین بیکزاده در راه حمایت وطن از تیر دشمن کشته شد و باید هم نامش ابدی زنده ماند. نام وی گم میشه و اقلا یک فرزند میداشت نامش گم نمیشه. ما همه چند بار مراجعه کردم به تهران. مقامات قبادیان گفتند در فاجعه ماه سپتامبر سال 2010 در دره کمراب 2 جوان زاده این ناحیه قربانی شدند. تاجی نیسا شریف و معاون رئیس ناحیه در صحبت به رادیو آزادی گفت در صورت دسترس شدن پیشنهاد نامگذاری کردن محل یا مکان به نام این سربازان این عریضه حتما بررسی خواهد شد. فردشان از جماعت نصرت طرف رستگاه این مسئله که یگان بین نکردن اول پیشنهاد نه اگه خبر گرفتن همه سال در خونهشون رفتن هر یک بای این چیزا هست همه امان خیلی نشده اونجا. حبیب الله کریموف پدری سرباز دیگری کشته شده ختلانی صادق جان کریموف هم گفت بعد از سال 2011 مقامات برای پاس خاطر فرزندش تا حال اجرا نشده است. با گذشت چندین سال مقامات به وعده خود وفا نکردند. حبیب الله کریموف گفت یگان پیشنهاد اومد نه حکومت نه چیز وزیر نوشیدگی در به سال قدریت ارزشمی یازدهم کردم چه انقراض بعد یگان چیز فراموش کردن یگان چیز. روز 19 سپتامبر سال 2010 کاروان ماشین سربازان وزارت دفاع تاجیکستان مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. در این حادثه در مجموع 28 نظامی کشته شدند. مقامات انتظامی مسئولیت حمله را به دوش گروهی تحت رهبری علاوالدین دولت معروف به لقب علی بیدکی و عبدالله رحیموف ملقب ملا عبدالله گذاشتند. عملیات نابودسازی آنها تا بهار سال 2011 ادامه کرد. از 28 سرباز و افسر کشته شده در دره کمراب 11 نفرشان ساکنان ولایت ختلان بودند. تنها در سال 2016 حکومت ناحیه واسع بعد 6 سال نیم پیکره دولتشاه امیرشایف یک سرباز کشته شده کمراب را گذاشت. ولی برخی از کارشناسان میگویند احتمال در پشت تصمیم‌های مقامات برای خودداری از ابدی کردن اسم قربانیان آن حادثه موتیش دلیل‌های مشخصی است. یک تحلیلگر گفت حادثه کشتار یک باره 28 نظامی وزارت دفاع از حادثه‌های فاجعه بار نه تنها برای خانواده‌های این سربازان بلکه برای خود حکومت کشور است که بعد 13 سال ختم جنگ گروه‌های شورشی توانستند باز هم در قلمرو خود تاجیکستان سر بلند کنند.